اینو میبینید در کل دنیا میبینه در بسته. اینمی خودش خطر است. حالی که من خودم 4 تا مرمی به افغانستان خوردم، یک مرمی اینجا است، یک مرمی به اینجا، 2 تا مرمی اینجا. و به خاطر که امنیت نداشتم فرار کردم، به فراری آمدم از افغانستان. دیگه من رفتن نمیتونم، هیچ کس هم رفتن نمیتونم، علل خصوص خودم رفتن نمیتونم به افغانستان. اگه بیرون میگه چرا رفتی کشورهای اروپایی؟ 2 دفعه قایق سوراخ شد، داخل او افتیدیم، باز آمد سوار شدیم. پلیسای ترکیه ما رو خیلی اذیت کرد، میخواست داخل دریا غرق کنن. قایقشان لپه آب زیاد میکرد که ما غرق شویم به آب. باز آمدیم 3 بار قایق ما غرق شد. بالاخره خدا ما رو زنده رسانید. به صف نان از گشنگی غالماغال میشه، جنجال میشه. فقط با سوته با ما گپ میزنن، دیگه تور گپ نمیزنن. با سوته از گشنگی سر صدا میشه. هیچ کس از دلخوشی اینجا نمیاد. کشور خود هیچ کس نمیخواد ترک کنه که داخل از قفس باشه. ما از بدبختی، از بی‌امنیتی ما دوست داریم ما زنده باشیم. فقط ما زنده باشیم، امنیت ما تامین باشد. دوست داریم درس بخونیم، تحصیل کنیم. اونجا نمیتونستیم، هیچ کار نمیتونستیم. درسته ما پول داشتیم، زندگی داشتیم، موتر داشتیم، خانه داشتیم، فامیل داشتیم. من خودم تنها هستم، کل فامیلم اونجا مانده. از افغانستان 20 روز میشه که آمدیم. اینجا به خاطر از ما نآمدیم که از خاطر امنیت خود آمدیم که امنیت نداشتیم. اینجا که آمدیم 20 روز میشه که هیچ کس با حیوانات وحشی میتونه رفتار نمیکنه که رفتار یا خیمه است. این توریا و چیزا رو که میبینید که هیچ کس آمده نمیتونه داخل، ما بیرون رفتن نمیتونیم. 20 روز میشه به خاطر امنیت ما آمدیم. اینجا آمدیم که با حیوان وحشی میتونه رفتار. من هیچ باغوشی رو ندیدم که تو یک مکان باشد و